بانو. سفره معرفت و ارادت و محبت ما باز هم در کنار این بانوی با محبت هم نام صدیقه طاهره، بانوی آب و آینه، حضرت فاطمه معصومه صلوات الله و سلام علیها پهن با نام خدای شروع میکنیم که چراغ راه معرفت او به دست همین اهل بیت هدی صلوات الله علیهم اجمعین هست. و باز هم آمدیم به شهر اهل بیت، شهری که عطر خوش فاطمه زهرا رو در خودش داره و سفره یاد خدا رو در کنار این بانوی با کرامت، فرزند بزرگوار آن امام رحمت موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه گستردیم. خیلی ممنونم که با ما همراه هستید. و این هم ذریح نورانی و آسمانی این بانوی با کرامت و زیارتتون قبول باشه و مشرفید به این صحن و سرای باصفا. اما دانای راز بزم معرفتی یاد خدای ما که این روزها رنگ و بوی محرم رو با خودش همراه داره، استاد عزیزم دکتر میرباقری عزیز و نازنین هستن که پیش روی شما بهشون عرض سلام، خوش آمد و البته عرض تسلیت ایام دارم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. خیلی ممنون از لطف شما. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. با صلوات و سلام بر محمد و آل محمد و حضرت بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. و با عرض سلام و ادب حضور یکایک شما عزیزان و بزرگواران، عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات از درگاه با عظمت او خاضعانه درخواست میکنیم. خیلی متشکرم استاد عزیز. هستاری هستیم. بزرگوار محضر شما که بودیم، رحل قرآن رو پیش روی خودمون باز کردیم و یاد خدا رو از آیات نورانی این نامه عاشقانه حضرت کریم یعنی قرآن نازنین با هم مرور کردیم و آموختیم. اگر اجازه بفرمایید به رسم آنچه که شما فرمودید از محضر شما استفاده بکنیم، در خصوص نصرت خدا صحبت بکنیم. نصرتی که در تقریبا کمتر از یک ماه گذشته پیش روی مردم عزیز ما هم بود و در این دفاع مقدس و نورانی که پیش روی مردم عزیزمون بود، خداوند متعال با نصرت‌های بی‌نظیر و بی‌بدیل کشور ما رو یاری کردن. به آیات زیبای قرآن کریم اشاره بفرمایید و ان شاءالله در خصوص نصرت الهی با هم بشنویم. در سوره مبارکه محمد صلوات الله و سلامه علیه، قرآن کریم یه شرط و جزایی رو مطرح میکنه. بله. نه در قالب شرط و جزا ولی در مفهوما همینه. یا ایها الذین آمنو ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اگر شما خدا را نصرت کنید، خدا شما رو نصرت می کند و قدمهای شما رو ثابت نگه می دارد. اولا وقتی آیه را آدم می بینه ذوق می کنه. بله. که یعنی من میشه یاری کننده خدای تبارک و تعالی باشم. متن آیه قرآن خدا رو یاری کنید. در دعاهای ماه رمضان میخوانیم که وجعلنی ممن تنتصر به لدینک ولا تستبدل بی غیره. خدایا منو از کسانی قرار بده که دینت رو به وسیله اونها یاری میکنی و استبدال نکن، یعنی منو بردار دیگری رو جای من بذار. به دیگری هم میخوای بدی بده. از من نگیر. اگر خدا به ما کمک کرده که قدمی در راه خدا برمیداریم، بخواهیم که این رو خداوند تثبیت کنه برای ما. پس می شود که ما خدا رو یاری کنیم. خب چگونه؟ و بعد خدا ما رو یاری خواهد کرد. بله. جامعه ایمانی هم همینه. اگر خدا رو یاری کنن خدا یاری میکنه. خب ما اینو دیدیم به فرمایش شما. موارد متعددی رو تو این گذر انقلاب در این 40 و چند سال دیدیم. از جمله همین جنگ اخیر بود که تمام نقشه دشمنان به فضل الهی و با نصرت او نقشه بر آب شد. خب نصرت خدای تبارک و تعالی معلومه. وجعلنی ممن تنتصر به لدینک. خداوند هدفی داره، پیامبرانی رو فرستاده، هدایتی رو به بشریت ارائه کرده. هر کس در این راهی که هدف پروردگار هست قدمی برداره، به خدا کمک کرده، خدا رو نصرت کرده.
و باید به خودمون ببالیم که عجب من نصرت کننده خدای تبارک و تعالی. این نصرت به شکل‌های مختلف میتونه باشه. یه مجلس امام حسین که برپا میشه این نصرت خداست، این احیای دین خداست، معارف دین، احساسات دین در او زنده میشه. کسی که چایی میرزه، کسی که مجلس برپا میکنه، کسی که هزینه میکنه، کسی که سخن میگه، اینا همه به نوعی در این نصرت الهی سهیمن. ان تنصر الله ینصرکم. یه مرحله این نصرت هم در جنگ و جهاد فی سبیل الله. بله. در این آیه 7 سوره محمد که فرمود ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، 2 تا آیه قبلش میگه خدا نیاز نداره به این، اما میخواد شما به یه فیضی برسید. میفرماد که ولو یشاء الله لانتصر منهم ولکن لیبلو بعضکم ببعض. اگر خدا میخواست دشمنان رو نابود میکرد، نیازی به این کمک شما نداشت. میتونست، مگه قوم عاد رو این کار رو نکرد؟ مگه قوم ثمود رو، قوم نوح رو؟ ولی میخواد که شما در این مسیر امتحان قرار بگیرید، رو سپید بیرون بیاید، به مقاماتی برسید. درسته. رنجی در راه خدا تحمل کنید که گنجی رو نایل بشید. استاد دقیقاً نقطه شگفت‌انگیز و بی‌نظیر ماجرا نصرت خداست. احسنت. خب ما این نصرت بی‌نظیر و بی‌بدیل و شگفت‌انگیز و غیر قابل وصف خدا رو چجوری میتونیم به دست بیاریم؟ با نصرت خدا. نصرت ما یه قدم بریم جلو، خدا این گنج رو به ما میده. بعد میفرماد والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم. اونایی که در راه خدا کشته بشن دیگه هیچ عملی از اونا ضایع نمیشه، همش میمونه برای آخرت. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون. چه بشارت‌های عظیمی! زندگی دنیا سفره عنایت خداست. آزمون‌ها، امتحان‌ها موجب رشد ما و کسب درجات میشه برای زندگی ابدی در جوار قرب خدا. بنابراین کسی با یاری خدا چیزی رو ضرر نمیکنه. ممکنه یه چیزایی رو از دست بده، اما خیلی چیزای بالاتری رو به دست میاره. انت یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. خدا شما رو یاری میکند بر علیه دشمن، قدم‌های شما رو ثابت می‌کند. بله. 2 جا دیگه در قرآن از این ثبات قدم سخن میگه. یکی در لشکر طالوته. لشکر طالوت وقتی که با اون دشمن مواجه شدن دیدن اصلا یه جنگ نابرابره. یه عده گفتن لا طاقت لنا الیوم بجالوت و جلوده. ما از عهده اینا برنمی‌آییم. آره. و قال الذین یظنون انهم ملاقو الله. اونایی که تصورشون این بود که اگرم شهید بشن به لقاء خدا میرن، گفتن کم من فئة قلیله غلبت فئة کثیرة باذن الله. رفتن فهزموهم باذن الله. دشمن رو شکست دادن و قتل داوود و جالوت. یه جا هم در این آیه سوره آل عمرانه که میگه و کأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر. چقدر از پیامبران بودن که اهل خدا باهاشون و در رکابشون جنگیدن. فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا والله یحب الصابرین. سست نشدن، ضعف نشون ندادن. خدا صابرین رو دوست داره. الان اون چه که ملت ما باید پاش وایسن صبر و استقامته. بعد میگه اینا دعاشون ای بود و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. ثبات قدم با نصرت الهی با همه قرینه. خیلی متشکرم استاد. اگه اجازه بدید بخش رو با هم ببینیم، نفسی بکشیم در این صحن و سرای با صفا. کجاییم؟ حرم عمه جان فاطمه معصومه. اونایی که دوست دارن
در خدمت رسانی در ایام 40 رنگ و بوی موکب به حضرت فاطمه معصومه داشته باشن، عمود 80 در مسیر نجف تا کربلا عدد 22 رو به 301122 بفرستن. دوستان خوبم خادمان بزرگوار حضرت معصومه براشون پیامک‌هایی خواهند فرستاد و اونها راهنمایی خواهند کرد. این بخش رو ببینیم دلتون سرشار از 301122. بله، عدد 22 رو به همین بفرستن. بله، خیلی ممنونم، دلتون پر از یاد خدای مهربان. بفرمایید. جسارت نمی کنم، اما گاه من را خطاب کن بانو، چیزی از دیگران نمی خواهم، تو مرا در کنار تو قطرم، اما تو مرا ره سپار دریا کن. در کنار تو ذرم، اما تو مرا دل به هر سو که می رود بسته است، دیگر از دست خویش هم خسته است. دارد این گونه می رود از دست، قدری شتاب کن بانو، بگمانم که خسته ای از من، خسته ای دل شکسته ای از من. وای اگر که تو را می آزارد، خب دلم را جواب کن بانو. ماندم بین رفتن و ماندن، رفتن و مبتلای غیر شدن، ماندن و عاقبت به خیر شدن. تو خودت انتخاب کن بانو. منم و اشک و خواهشی دیگر، روز سخت شفاعت و محشر. تو گنهکار اگر کم آوردی، روی من هم حساب کن بانو. حرم امن تو کافی است هراسان شده را، حرم امن تو کافی است هراسان شده را. مثل شه راه بده آهوی حیران شده را. دل سپردیم به آن معجزه چشمانت، دل سپردیم به آن معجزه چشمانت. تو که آباد کنی خانه ویران شده را. حرم
عمه جانمون بانوی آباینه حضرت صدیقه شهیده طاهره مبارکه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هر روز پیش روی چشمان عاشقان و ارادتمندان اهل بیت علیهم السلام هست، به ویژه اونایی که دلشون برای حرم از زهرا تنگ میشه مشرف میشن اینجا در این آستان ملک پاسبان و چشمشون رو گره میزنن به این ذریحی که پیش روی شماست، قلبشون رو دخیل میبندند به این حلقه های ذریح مبارک و آسمانی حضرت فاطمه معصومه و حوایجی میگیرند. خیلی مادران حضرت فاطمه معصومه در آغوش میکشن همه عاشقان اهل بیت رو و خیلی زود حاجت میدن، خیلی زود شما رو مراد دلتون میرسونند. آبرویی دارن، صاحب آبرو هستن، محضر خدای سبحان، دختر موسی بن جعفر، خواهر امام رضا، عمه امام جواد، دیگه زبان قاصر از این همه توصیف. خب محضر استاد میر باقری عزیز هستیم در خصوص نصرت الهی، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. خداوند در قبال نصرت شما برای خود شما رو نصرت میکنه. چقدر عالی. هم در هر کاری، حالا اگر در امور مثلا جهاد تبیین باشه به فرمایش مقام معظم رهبری، یا جهاد با دشمن باشه رو در رو، شما خدا رو یاری کنید، چون جهاد تبیین هم نصرت الهیه، آدم حقایق رو برای مردم روشن کن. خدا شما رو نصرت میکنه، خودتون رو در دین ثابت قدم میکنه. استاد من یه چیزی بگم، پس یه حالا کلمه فرمول انگلیسیه، یه راه کنکوری، یعنی یک راه خیلی درجه که عالی. آقا اگه میخواید تو هر چیزی پیروز شید، بهترین پیروزی نصرت خداست. راهش اینه، یعنی آقا یه فرمولی میخوایم بنویسیم که تو زندگی موفق شیم. اگر میخوایم نصرت خدا که دیگه مافوق نصرت هاست شامل حال ما بشه، یه شرط خیلی ساده داره، تو راه خدا باشیم، خدا رو یاری کنیم. همه امور زندگیمون پر از نصرت الهی. درسته؟ بله همینطوره. خدا رو شکر. یه خاطری از مرحوم آیت الله حق شناس من، ایشون میگفتن که موقعی که من طلبه بودم استادی داشتیم، حالا شاید استاد اخلاق، به جمع ما میگفت که در بین این شما این عبدالکریم از همه جلو میزنه. بعد علتش هم گفت علتش اینه که خیرش به دیگران میرسه. واقعا هم اینجوری بوده، هر کس رو گیر می آورد شروع میکرد او رو دعوت به راه خدا و چقدر اثر داشت، چقدر جوونا رو خب این آدم خودش رشد میکنه. ان تنصر الله، خدا میخواد مردم هدایت بشن، شما یه قدم توی راه بردار، خدا خودت رو یاری میکنه و خودت رو ثابت قدم میکنه در این راه. اگر میخوایم ایمان ما بمونه، مردم رو در ایمان کمک کنیم، بیخیال نباشیم، مردم رو هدایت کنیم، بندگان خدا رو به راه خدا بیاریم، با اخلاق خوب، با برخورد خوب، با فداکاری، با نشون دادن اخلاق اسلامی. میگفتن آره خدا میده به ما و مسلمه. از مردم چی میخوایم ما؟ از یکی از بزرگان میگفتن، شاید مرحوم آیت الله بافقی بود، حدود 60-70 سال پیش مرحوم شدن، میگفتن که یه روز بعد نماز صبح دیدن که گریه میکنن. بعد اون موقع گذشت، دم صبحانه پیشکارشون ازشون میپرسه که امروز شما چتون؟ بله خواهش میکنم. بله ازشون میپرسه که شما امروز چتون بود که اینطور ناراحت بودید و اینا. فرمودن داشتم فکر میکردم یه همسایه مسیحی دارم، اگه یه روز قیامت بیاد بگه تو مانع مسلمان شدن من شدی، من چی بگم؟ یا آقا خب به شما چه ربطی داره؟ فرموده بودن که اگر من اخلاق اسلامی رو در عمل به اون نشون میدادم، اون مسلمان مسلمان میشد. و اگر انسان با اخلاق خودش، با به اصطلاح سخن، با کلام، با هزینه کردن کسی رو به دین خدا دعوت کنه. و ما در این سوره محمد صلوات الله علیه دو دسته رو قرآن در مقابل هم قرار میده. اصلا شروع سوره اینه: الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم. اونایی که کفر بورزن، راه خدا رو ببندن بر مردم، هر عمل خوبی هم انجام بدن، این عمل خوبشون گم میشه، به درد آخرتشون نمیخوره. والذین آمنوا و عملوا الصالحات، و کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالح انجام دهند، و آمنوا بما نزل علی محمد و هو الحق من ربهم،
بر اون چه که بر پیامبر اکرم نازل شده که حق است از ناحیه خدا، کفر عنهم سیئاتهم، خداوند سیئاتشون رو میپوشونه و اصلح بالهم و امورشون رو سر و سامان میده. اونی که کفر میورزه اعمال خوبش هم تباه میشه. او که ایمان میاره گناهانش رو خدا به پاس این ایمان و اینکه دانشجوی کلاس شده گناهانش رو میام چشم پوشی میکنه و امورش رو اصلاح میکنه. یعنی کسی بیاد، مهم اینه که انسان دنبال خدا باشه، دنبال ولی خدا باشه. بعد مسئله درگیری این دو دسته رو مطرح میکنه تا همین آیه 7 که ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. در دعای بعد میفرماد که بعد برعکس والذین کفروا فتعسا لهم و اضل اعمالهم، اونایی که کفر بورزن، مقابل راه خدا و پیغمبر بایستن، مقابل امیرالمؤمنین طبق بعضی روایات بایستن، اعمالشون گمراه میشه، تباهی بر اونها خواهد بود و اعمالشون از بین میره، به درد آخرت نمیخوره. بعد در آیه 11 میفرماد ذالک بان الله مولا الذین آمنوا. خب چرا این مدلی؟ اون اعمال خوبش هم ضایع میشه، این اعمال بدش هم بخشیده میشه. میگن ذالک بان الله مولا الذین آمنوا، این به این خاطر است که خدا مولا و سرپرستی میکند مؤمنین رو، هوای اونا رو داره، اصلاح میکنه کارشون رو، توفیق بهشون میده. و ان الکافرین لا مولا لهم، کفار مولا و ولی ندارن که اونا رو سرپرستی کنه. ان الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات. ببینید استقامت در راه خدا آخرش بهشت رضوانه. ان الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار. خدا مؤمنینی رو که عمل صالح انجام دهند به اینها بوستانهای بهشتی خواهد داد، وارد بوستانهای بهشتی میکند که نهرها از کف آن روان است. کفار چی؟ ما فقط دنیا رو نبینیم، مؤمنین آینده رو هم ببینن. آینده هم زندگی ماست، زندگی ما بخش عمدش مال بعد از مرگ و حیات آخر، عمدشون. والذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام. کفار مثلا خوش میگذرونن و متمتع میشن مثل چهارپایان. و النار مثوی لهم، و آتش جایگاه اینهاست. و همینطور تقریبا ادامه میده بحث و این دو دسته رو قرآن در جاهای مختلف مقابل هم قرار میده. اهل ایمان نباید حساب کنن که مثلا من در دنیا چه بهره ای از این همه تلاش در راه خدا گرفتم. اولا تو خود دنیا هم خدا بسیار عنایت و در ثانی ما متن قرآن اینه، در آیات متعدد ما میخوابیم بیدار میشیم، خود رو در صحنه قیامت میبینیم. اولا فکر میکنیم خواب بودیم و بیدار شدیم و ثانیاً فکر میکنیم نصف روز خواب بودیم، حالا ولو چند هزار سال گذشته. برزخمون فراموشمون میشه، مثل که صبح از خواب پا میشیم 6 ساعت خواب دیدیم اما یادمون میره یه چیزایی. یا کسانی 6 ماه در کما هستن بعد که بیدار میشن نمیدونه که 1 ساعت بوده، نیم ساعت بوده، 1 سال بوده. مثلا خود اصحاب کهف هم که اصحاب کهف 300 سال گفتن یه روز نصف روز چند ساعت، یا مثلا عزیر پیامبر الهی اماته الله مع طعام 100 سال خدا او رو میرانید، ثم بعثه، بعد زندش کردن. قال کم لبست، نمیدونست مرده، اگه میدونست مرده لبست یا اومد فکر خواب بوده بیدار شد. اومن او بعض یوم، یه روز نصف روز. روز قیامت ما همین احساس رو داریم. یوم یرونها کأنهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیة او ضحاها. این متن قرآنه. به زمان قیامت میخوان، میگه زمان واقعیش پلو خداست، اما زمانی که شما حس میکنید نصف روزه. یعنی اگر کسی 30 سال دیگه میمیره، 30 سال یه روز دیگه تو صحنه قیامت، تازه زندگی شروع میشه. استاد 2 دقیقه فرصت داریم، کم خیلی ممنون. بله، عرض میکنم که این تقابل قرآن کریم انبیا رو فرستاد، اینا منذرند یعنی هشدار دهنده، رسولن
مبشرین و منذرین لعلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل، که روز قیامت مردم نگن خدایا ما رو فرستادی تو کلاس درس نگفتی چی کار بکن. ما پیامبران رو میفرستیم به شما بشارت بهشت بدن، انذار کنن از عذاب آتش، بگن بابا یه زندگی بعدی دارید، همش محو این زندگی دنیا نشید. متاسفانه امروز دنیا مداری خیلی در سطح جهانی قلبها رو فرا گرفته. غفلت از آخرت حتی در بین متدینین زیاده. نمیگم اصلا به یاد آخرت نمیافتم، ولی اونطور که باید نیست. از قیامت غفلت میشه. قرآن دائم ما رو تذکر میده که حواستون باشه. به پیغمبر اکرم عرض کردن ای المؤمنین اکیس، کدام یک از مؤمنین زیرک‌تره؟ مثل ما بگیم کدوم دانشجو زرنگ‌تره، بگه اون که بیشتر به یاد روز دریافت پایان نامه باشه. فرمودن اکثرهم ذکرا للموت و اشدهم استعدادا له، اونایی که بیشتر به یاد مرگ باشن و بیشتر خودشون رو برای اون دنیا آماده کنن. ما در راه خدا باید ثابت قدم باشیم، تقوای الهی رو پیشه کنیم، از مال مشتبه بگذریم، از امور مشتبه فاصله بگیریم، دنبال نصرت الهی باشیم، دین خدا را یاری کنیم. اگر صدمه ای در راه دین خدا دیدیم بدونیم تجارت بزرگی با خدا کردیم و ایستادگی کنیم و انشالله استاد یه نکته گفتی وقتمون تمام شده، ولی به ذهنم رسید که این نکته که در مورد ولایت خدا گفتید، خود این ولایت خدا یکی از وجوه نصرت الهی. احسنت. الله هو مولاه. بله المؤمنین که سالم بودن وجود. یعنی این که اعمال مؤمنین ثمر بخش میشه چون خدا ولایت داره. خدا. و اصلا خدا یه جوری وقتی ولایت داره یعنی طرف ماست، هوای ما رو داره. دقیقاً همینطوره. خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم. تشکر از اینکه با ما همراه بودید. خیلی خیلی ممنونم. بیننده‌های خوب درجه که شبکه قرآن و معارف سیما، زائرای حضرت فاطمه معصومه، یه عزیزی به من گفتن که آقا شما چرا شعر از آقا امیرالمومنین نمیخونید تو برنامه‌تون، یاد نمی‌کنید، با این دو بیتی برنامه رو به پایان میرسونید. گفتم که علی گفت بگو سر الله، گفتم که علی گفت بگو عین الله، گفتم که به وصفش چه بگویم، گفتا لا حول ولا قوة الا بالله. یا علی مدد. خدا نگهدار.